سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. پاشید آماده شید که میخواییم با هم بریم یکی از جزایر خیلی خوشگل توی یونان به نام جزیره کرتا. یه جوری میخوام ویدیو بگیرم که انگار قدم به قدم شما با منی توی این ولاگ. پس بزنگه بریم. اول همسفرامون نشون بدم، آقا حامد شوهرم و مادر شوهرم. Handgepäck ausschließlich in den oberen Ablagen. Bitte nehmen Sie jetzt Ihren Sitzplatz laut Bordkarte ein und schließen Sie den Sicherheitsgurt. Vielen Dank. دختر اگه درس خون باشه بالای آسمونا هم باشه درس میخونه. مثال بزنیم. خب ما رسیدیم الان به دریای مدیترانه. رسیدیم به جزیره زیبای کرتا تو یونان. از همینجا زیبایی‌های این جزیره نمایان شد. بریم که حسابی باید بهتره کنیم. اونجا رو ببین، نگاه کن چقدر خوشگله. همین الان رسیدیم، همین الان هواپیما نشست. به به، خیلی خوب بود، اصلا هیچی نفهمیدیم. یه چیزی بگم، الان ببین این مسیر سنتروم مرکزی شهرشه. خب نمیدونم چرا حس میکنم خیلی شبیه سوریه بود. من تا سوریه نرفتم ولی عکس و فیلماشو که دیدم احساس کردم اینطوری بود. حالا بریم ببینیم داخلش چجوریه. بریم روم تورمون و اتاقمون رو نشون بدیم. سلام. خب اینجا اتاق مادر شوهر جانه. ما یه اتاق گرفتیم، اتاق بزرگ برای 3 نفرمون. اینجا رو اول ببینیم. سلام. سرویس بهداشتی و اینجا اتاق ما. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. به به، ویو رو ببین. عشق میکنه آدم. خیلی خوشگله، خیلی قشنگه. ما همین الان رسیدیم، گفتم تا چمدونا رو نزدیم منفجر نکردیم فیلم بگیرم. اینم از اتاقمون. خب سلام، روزتون بخیر. گفتم امروز روز دوم از سفر یکم هتل رو بهتون نشون بدم، امکاناتی که هتل‌های یونان اکثریت دارن. خب ببینید اون بخشی که الان داریم آخر بخش صبحانه، نهار، شام و سلفشه. این اون و این هم قسمت باره. بعد خیلی جاهای تفریحی و بامزه داره. مثلا الان اونجا اون قسمت برای فرانسویای هتله که تور میخوان رزرو کنن و الان تور لیدرشون داره براشون صحبت میکنن. اون قسمت همیشه برنامه میذارن، برنامه‌های مختلف داره. این منم که میره توی اتاقامون که هم با پله هست هم با آسانسور. بعد این منم که راحت میتونی بشینی، از قسمت بار دوباره استفاده کنی. خب اینم از ویو جذاب هتل که میتونی ببینی. به به، یه آرامشی داره که اصلا نگم برات. بعد اگر دقت کنی اینا همه اونا، حتی اون قسمت بار و اون صندلی‌ها، حتی اون استخری که اونجا کلا این یه شهرک بر هتله. و هیچ چیز جالب دیگه راجع به هتل الان بهتون میگم. سلام. روزتون بخیر.
خب امروز روز چندمه که ما تو مسافرتیم؟ امروز روز دوم بود. روز دوم بود. تا حالا چطوری بود این هتل؟ تا حالا به نظرم همه چی خوب بوده. حالا یه مقدار مشکلاتی هم بوده ولی خب در کل به نظر من خیلی خوبه و خیلی خوش میگذره. اینجا برعکس اون یکی ولاگی که راجع به اسپانیا بود گذاشته بودیم، اینه که اونجا مکانهای تفریحی بیشتری داشت. اینجا ولی نه، اینجا بیشتر استخره و دریا و فقط میتونی شنا کنی. درسته؟ آره اونجا که بودیم یه مقدار بیشتر مثلا که بخوام یه تفاوتی برنامه‌های زیادی داشت ولی اینجا برنامه‌هاش کمتره ولی خب بیشتر مردم میرن توی دریا تفریح میکنن. یعنی تفریحات اینجا بیشتر دریاییه نسبت به اونجایی که ما بودیم. واسه همین همه میرن قایق میگیرن که برن شنا کنن. دقیقاً. اما خب اوکیه، داریم میگذرونیم دیگه. یکم هواش خیلی گرمه، من دوست ندارم این هوا رو ولی حامد خیلی دوست داره. شبا ولی خنکه. حالا خانومو من اگر یولی می آوردمش چی میگم؟ حالا یعنی الان به قول یکی از دوستام که 15 سال اینجا زندگی میکرد میگفت که شما الان دارین خیلی زود میرین، یه ماه دیگه برین اونجا خیلی خوش میگذره چون خیلی گرمه. دقیقاً. بریم که در ادامه ولاگ با من همراه باشید. با ما. خب بریم قفه ناهار رو ببینیم. اینا برای بیرونشه. این بر بستنی ها، این بر میوه، این بر کیک و شیرینی و دسر. به به. این بر سالاد، قسمت سالاد و ماست. این بر نوشیدنی. اینا هم همه گریل شده. اون برم اسپاگتی و ماکارونی و اینا. این برم بخش وگانه. این برم بخش غذاهای ترکیه‌ای. این برم بخش سالادا دوباره. این برم سس و ادویه ها و این برم پیتزا. یه چیز جالبی که میخواستم راجع به هتل بهتون بگم اینه که هتل ما روی تپه درست شده. دقیقا روی تپه هست. خب بعد فکر کنم مثلا اکثر اتاقای اینجا ببین چجوریه که زیره، یعنی زیر این تپه ها قرار گرفته شده و خب خیلی کم اتاقایی هستن که ویوش به دریا باشه. خب انتخابیه دیگه. بعد اینکه خیلی جذابه این هتل، خیلی من دوستش دارم. این خاصیتش بود که گفتم بهتون بگم. حالا بیایید اینجا رو هم ببینیم. ما اومدیم الان بیرون. اونجا که گفتم، اونجا که بود که الان ازش فیلم گرفتم، اینجا هم دوباره هتل ماست. این در ورودیشه. یه سرحالای تندی داشت، اونا نفسم گرفت. خب گفتم امکانات اینجا رو هم بهتون ریز ریز نشون بدم. اینجا اشپیل پلاتسشه، جای بازیشه. خلوت هم هست، فقط کافیه چوب و توپ تنیس داشته باشیم بازی کنیم. اینجا هم نمیدونم، فکر کنم دارت بازی میکنم ولی به نظر من فقط گذاشتن اینجوری. آره شبیه خوب باحاله. این برم که تنیس و بسکتبال و ایناست که فکر کن توی این ویو میتونی بیای بازی کنی. اما بعدیش میدونی چیه؟ اینه که دسته های بازی رو، دسته های تنیس و اینا رو باید خودت تهیه کنی بیاری. اینجا نداره. این هم ویو جذابش که رو به اقیانوس. بریم ببینیم دیگه چیا داره.
خب این همون سربالایی است که بهتون گفتم، اونم که گفتم درب اصلی هتل، اینا همه مجموعه از هتل دیگه. تمام این امکانات هم میتونید خیلی رایگان و راحت استفاده کنید. این تاب عزیز همه اینا. خب حالا بریم یکم ببینیم پایین چه خبره. این منظره رو ببین. الان ما اون سرپایینی اومدیم، سربالایی سرپایینی اومدیم پایین. انگار اکلیل پاشیدن. وای خدای صحنه رو ببین. هیچکی نمیتونست همچین صحنه‌ای رو شکار کنه ها. بریم پیش خانواده. خب ما اینجا رو بریم پایین ببینیم چه خبره. یه باغ قشنگی. ببین اینا همه محوطه خود هتل، یعنی اجازه داری که همه رو بری بگردی واسه خودت. وای خدا چه خوشگله. میبین بچه ها خیلی خاصه، خیلی جزیره خشک و آفتابیه ولی گرماش اینطوری نیست که اذیتت بکنه مثل جزایر قناری، مثل جزیره قشم خودمون. یه باد ملایم قشنگی میاد که نذاره خیلی گرم بشی. بریم ببینیم تهش چیه. هرچند خودشون. خب بریم که من محوطه اتاقا رو بهتون نشون بدم. بعد اگر دقت کنید همه جاش سنگیه، تا خود دیواراش هم همینطور. ببینید لباسای محلی یونان، بعد ظرف و ظروفاش، داخل سالنش کلا اینطوری چیدن. خب بچه ها من گفتم اتاقم بهتون که روم تورشو که دیدید دیگه، ببخشید یکم اینجا به هم ریخته است. گفتم یخچالش هم ببینیم که فقط آب میذارن و آب میوه و این به نظرم خیلی خوبه. اومدم. خب ما الان اومدیم یه قسمت دیگه از هتل که گفتم که یه شهرکه این هتلش، که یکم ببینیم دیگه چیا داره و اینا. تو لیدرمون گفتش که میتونید اینجا استخرهای زیادی داره به غیر از اون دوتا. حالا الان اومدیم اینجا، بذارید بهتون نشون بدم. ببینید مجموعش اینه. اونجا ما از اونجا اومدیم داخل. اینجا یه استخر میبینی، اون پایینم اتاق ماساژه که گفت از این استخرم میتونید استفاده کنید. این داخلم که اتاق کنفرانس و میز بیلیارد و یه سری بازیای دیگه است. خلاصه یه جاهایی داره. هنوز ما الان تقریبا 1.5 روز دیگه اومدیم. 2 روز شد دیگه. آره 1.5 روز هنوز نمیتونیم کشفش کنیم. هم اینم همین الان کشف کردیم. سرسره هم داره. بریم سمت هتل. خب اون رو که دیدید دیگه، گفتم یه قسمت دوباره استخر بود. اینجا هم اون ته رو میبینی، اونجا هم ماشین کرایه میدم. ماشینو از این موتورا که بر لب ساحله که میتونی کرایه کنی و بری سوار شی. باز اینم برای خود هتلمونه. مغازه ساحلی دیده بودید که حالا الان آوردم که بهتون نشون بدم. خیلی چیزای جالبی داره برای سوغاتی، برای لوازم شنا، غواصی، کلی خوراکی، لباس. قیمت ها رو هم بهتون بگم که دستتون بیاد. همش هم که به یوروه، 28 یورو مثلا. سر کدوم یه دونه قیمت بگم که دست
جا کلیدی مثلا آرم خود همین جا رو دارن، عینک دودی. فکر کن با صدای دریا اینجا خرید کنی، خیلی جالبه. حالا کیکای وایسل 20 یورو. خوب قیمتاشم اینقدر مثلا گرون نیست که بگی چون اینجاست باید گرون باشه. دمپایی و اینجور چیزا. و یه چیزی که خیلی برام من جالبه اینه که هرچی که داره اینجوری علامت چشم نظر داره روشون. الان میریم بهتون نشون میدم منظورم چی. ببین حتی روی دستمالاشون 2 یورو. من زیتون و یه سری شکلاتو. دقت کردی هرچی که دارن علامت چشم نظر روشه. آره. اینم پک مثلا سوغاتی که میخواید ببرید 7 یورو و نیم تقریبا. بخش شام دم کامل با جزئیات بهتون نشون بدم. اینم از دسر. به به فعلا هیچکی نیومده، من اومدم زودتر که فیلم بگیرم براتون که راحت تر بتونید ببینید. برم قسمت کافی ها. این فینگر فودا. اون برم دارن برامون گریل میکنن. این برم دوباره فینگر فود. این برم مرغ و گوشت و ایناست. سمتم برای وگان. این برم پیتزا دوباره. این برم نون و ادویجات و سس. این بخش هم سالاد. این برم که نون. خب بچه برنامه ما بزرگترها شروع شد. الان همینجوری آهنگ میذارن و اینا میرفتن. همه همینجا نشستن. تو تاریک دیگه کامل نشون نمیدم. حالا یه مقدار نگاه کنید بعد میریم بخش بعد باز. اونورم که باره دیگه، میتونی بری نوشیدنی یا خوراکی هر چی دوست داشته باشی بیاری و ببین. Oh my god. چرا اومد اینجا؟ فالکو رامی عدایی و سینما فالکو. سلام، صبحتون بخیر. گفتم بخش صبحانه رو بهتون نشون بدم که البته ما امروز یکم دیر اومدیم. تموم شدن اکثرا میارن تون پر میکنن اما خب من تخم مرغ و املته با اون برم پنکیکه. ببینید میارن دوباره پر میکنن پنیر و سوسیس کالباس و اینا. برم که میتونی با شیر خودت ترکیب کنی. آب میوه و نوشیدنی هم که اون بر بود. برم مغزیجات. این سمت هم کروسان و نون و این برم برای کسایی که دوست دارن پختنی بخورن خوراک لوبیا و اینا. اون برم پیتزا. این سمت هم نون.
این سمت هم سالاد. برنامه های هتل گفتم براتون فیلم بگیرم. خب بچه ها ببینید هتلی که ما داریم، هتلی که گرفتیم توی غار دقیقا. نگاه کنید قشنگ سنگ، همه جاش سنگه. میبینید؟ بعد واقعا هم همینا هتل ما توی تپه قرار گرفته، حتی آسانسورش قشنگ انگار یاد تونلای سنگی افتادم که تو راه شمال و اینا بود، یادتونه که وسط کوه تونل زده بودن. اینم دقیقا همونه. بعد این بالا کلا سنگ توری گذاشتن که اون سنگا نیفته پایین. خیلی جذابه هتلش. میگه مرسی چون این هتل فرانسویه، اکس فرانسوی صحبت میکنن دیگه، میدونید دیگه مرسی فرانسویه. بریم لب دریا. نه دریای قشنگ. بریم. خب این تیکه رو ببینید چقدر رویاییه. ببینید چقدر قشنگه. آدم میگه فقط همینجا بمونه. قفاسا رو ببینید. واقعا یونان خیلی قشنگه. قبول داری؟ بله. این که هتل خودمونه. بریم. خب اینم قسمت بار. دوباره اومدیم که چیز میز برداریم. کیک، کروسان، شیرینی، کافی، کوکتل، بیر، هر چی که بخوای میتونی برداری یا بیای اینجا بشینی بخوری. خب امشب ما دیگه خواستیم از غذاهای هتل استفاده نکنیم، اومدیم طبقه پایین هتل. این قسمت رو برای ما آماده کردن که شام بخوریم. الانم ظهر نیست، یه جورایی دیگه بعد از ظهر ساعت 6:30 و 1 ساعت دیگه شام میدن. شام آماده است. ما قراره که توی این لوکیشن جذاب اینجا شام بخوریم. خیلی سنتی و قشنگ. یه ثانیه ببین چی شکار کردم برات. اینجا یه حالت سخت جورده، بعد آبش میخوره، یه صدایی میاد، میخوام بری تو دل موج. همون حس خوبه رو اگه بهت منتقل کردم برام بس. خب بریم که من الان یه توضیحاتی میخوام بهتون بدم. خب سلام، امیدوارم تا اینجای ویدیو از این صحنه‌های قشنگ از همه چی لذت برده باشید تا حالا و واقعا حس کرده باشید که توی یونان و توی این هتل. خب شاید الان براتون سوال باشه که برای چی من فقط داخل هتل رو میگیرم و اصلا بیرون نمیرم و اینا. باید بهتون بگم که چیز خاصی نداره این هتل کرتا که ما اومدیم. یه موج‌های آبی، حالت مثلا پارک آبی داره، واتر پارک داره و یکی دو تا جاهای تاریخی و اینا. اون تو لیدر که برای ما توضیح دادم. ولی خب ما واقعا
گشت شهریشو خوشمون نیومد که بریم، چون که همونجوری که از فرودگاه میومدیم اینجا زیاد چیز خاصی چشممون رو نگرفت. مثلا میگم شهر بزرگیه آدم دوست داره بره و اینا نبودش. اما واتر پارکش خوب بود و رفتیم، ولی خب اونجا دیگه قابل فیلمبرداری نبود. آره بعد اینکه خود هتل امکانات زیادی داره و راحت میتونی از همه چی استفاده کنی. برای همینه که ما اینجاییم و مدام توی خود محوطه هتل میریم و میایم. بعد اینکه خواستم یه بارتون توضیح بدم و بگم که داستان از این قراره، یعنی مثلا فکر نکنید که ما بیرون میریم و من برای شما فیلم نمیگیرم. من هر جا برم حتی کوچکترین جا براتون فیلم میگیرم که کاملا از یونان و کلا جوی که داره با خبر بشید. چیز جالب که الان دیدم اینه که اینجا الان دارن عروسی میگیرن و این آهنگ گل سنگم هم پخش کردن، قشنگ به آهنگ فارسی داره میخونه. ببینید اونجا قرار مراسم ازدواجشون برقرار بشه. این چقدر قشنگه. عکاس و فیلم بردار رو بردن، مراسم عقد میخوام بگیرم. بعد این قسمت هم که حالا پیدا نیست، این قسمت هم مراسم شام و ایناشونه، یعنی از اونجا میان اینجا برای سرو غذا. خیلی رویاییه ها. فکر کن عروسی و جشن عقد روبروی دریا باشه. اصیل خود یونانی رو گذاشتن، چقدر بامزه میرن. من که خودم تا حالا ندیدم رقص یونانی رو. این آقای نمیره این برا، نگاه کن هرس میدن به آدم. یه برو این برا، مگه نمیبینی دارم فیلم میگیرم. حالا دستا بره بالا، برای شادش کنیم مجلس رو. خدایی فکر نمی‌کنم کسی دالا رقص یونانی بهشون نشون داده باشه. صبحتون بخیر باشه. الان اینجا ساعت 6:30 صبح. بعد امروز دیگه روز آخره یک هفته است که ما اینجاییم و دیگه امروز میخوایم بریم. گفتم این طلوع قشنگو ببینید شما، دریا چه آرامشی گرفته، هیچ کس هم اینجا نیست تو دریا. دیگه خداحافظیامونو بکنیم و از این جزیره قشنگ با هم بریم. خداحافظ. خب ما الان اومدیم فرودگاه دیگه، چکینم شدیم، چمدونامونم تحویل دادیم، اومدیم بخش شاپینگش. کلا همه چیز سوغاتی موقاتی های یونان دوباره از همین چشم زخما میبینیم. اینو ببین چی گوگلیه. بعد
قیمتاشون که نجومی 73 یورو مقابل. آلمانی اومده بود اینجا اعصابش خورد بود، میگفت چرا باید انقدر همه چی گرون باشه. حالا چیز جالب که بهتون بگم اینه که اینجا مثلا فرودگاه وین که میری اصلا قیمت ها گرون نیست، مخصوصا وقتی کافی مافی میخوای بخوری دقیقا همون قیمت بیرونه، برعکس فرودگاه ها که توی مثلا اونقدر زود بلند شدیم که هنوز ویندوزم بالا نیومده، برعکس جاهای دیگه که تو فرودگاه ها همه چی گرون تره، ولی فرودگاه وین اینجوری نیست، خیلی هم این عالیه. همین گفتم اینجا هم بهتون نشون بدم. خب ما همین الان بلند شد هواپیمامون، دیگه داریم از جزیره کرتا خدافظی میکنیم، میریم تا دیدار بعد. خدا نگهدار. اینم که رودخونه معروف اینسبروک شهرمون. فقط این شیشه پنجره هواپیما خیلی کثیفه، لطفا رسیدگی کنید، ویو به این قشنگی رو ما از دست داریم میدیم. یا خدا خیلی اینجا بده، وای خیلی تکون میخوره تا بیاد بشینه. یا خدا، یا ابوالفضل دعا کنید. الان هست که بشینیم. وای خدا خدا خدا. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت یادتون نره.